سلام با همه دوستان، با همه تماشابینان. خواستیم امروز در برای یک چند موضوع سخن کنیم. اگر شما بخواهید که از موفق شویم در خطاگی‌های خود، شما یعنی یک شخص بزرگ در آینده خواهید شد. ما میفهمیم، ما میدونیم، ما و شما هر تمام به حد هیستوریاهای به حد یعنی حکایت خوب داریم در گذشته. ما هر یک تایما به حد خطاگی‌ها بسیار داریم، هر تایما به حد پرابلم‌های بسیار داریم. لیکن یک چند مردم ما را گوش میکنن. وقتی که ما موفق میشیم، بسیاری مردم ما گوش میکنن و مردم جمع میشن و شخصان دوستان ما در نزد ما پیدا میشن. نه که در ما آنها گفته وقتی که ما پرابلم داشتیم کسی به داد ما نمیرسید، در دوستان هم از ما میگریختن. وقتی که موفق میشه با آنها نزد میبینن که چه خیلی موفق شد. ما هم وقت بزرگ میشیم تا از خطاگی‌های خود بفهمیم که ما در کجا خطا کردیم، خطاگی ما در کجا بود. ما باید همیشه از خطاگی‌های خود بیاموزیم. اگر همون قدر خطا کنی، همون قدر میاموزی، همون قدر دائم بزرگ میشه، همون قدر معرفت نکید بلند میشه. وقتی که تو در دانشگاه داخل میشه، تو از دانشگاه میغلطی، خروج میشوی. وقتی که تو کار میداری، از کار خروجت میکنه. هیچگاه شخصی رو نکو با تو کمک نبرد خوش شوی. هیچگاه شخصی رو نکو با تو کمک نبرد کار در آمدن. اول خطاگی خود را بیاموز که تو در کجا خطا کردی. با آن وقت خان کار کن، بعد کمک پرس. وقتی که تو نمیکنی تو به آینده خود تاثیر میرسونی. مقصد باید به هر خطاگی خود باید ما خودمان چاپو باشیم و ما خودمان بیاموزیم. هیچ کس در آینده ما و شما اومده کمک نمیکنه یا عمر. ما باید همون قدر شخصی یعنی تجربه دار و شخصی باشیم که از ما فخر کنه، هم معلم، هم استاد، هم کارخانه میریم که یکم فایده ما برسه. وقتی که ما کار میکنیم، مثال یکم پرابلم سر میزنن در جای کارخانه ما، نباید ما دیگران را گناهکار کنیم برای یک کاری که مثال نشد. باید اول در خطاگی خود فکر کنی که تا جای خطا کردی. اگر همه را تو اصلاح کنی تو آینده داری، تا اگر دیگران را گناهکار کنی هیچگاه آینده نداری. اگر خواهیم که ما و شما کارخانه ما پیش بروه، ما باید در اطراف خود شخصان تجربه دار، شخصان دانا را جمع کنیم. آن وقت ما پیش میریم. همه ما و شما برادرها. مقصد در اینجا است که هر یک خطاگی شما میکنین، شما از خطاگی خود بیاموزین. از خطاگی خود بیاموزین. سلام علیکم.